مادر، الله سبحانه و تعالی بر دوش شمایان این فرزندان را امانت قرار داده است و اینها را مثل گل بهاری در باغی نیکوی زنده نگاه دار و مپندار که زیبایی ظاهری نجاتشان می‌دهد و درستی که اگر زیبایی باطنی یعنی ایمان، اخلاق و آداب و دانشی نداشته باشند بر آنها دنیا تباه می‌گردد. مادر گرامی، بر آنها آموزش بده. پدر گرامی، الله را بر آنها بشناسان پیش از آن که دیگران را میشناسانی. بجای رقص و سرود زبانش را با تلاوت قرآن و ذکر یاد پروردگار معطر بساز. بجای لباس های تنگ و زیبایی دنیا و غرب ستیزان، حجاب و عفت و پاکدامنی را بر آنها تعلیم بده و بجای پیروی و گوش انداختن از هنرمندان و رسامان و فاسقان و فاجران، از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و مادران مؤمنان عبرت‌های بگیر و بر آنها خبر بده. ای مادر، تو در نزد الله مسئول هستی، پس این مسئولیت را بر دوش داری، خواهی و یا نه. آیا فرزندانت را به سوی الله راهنمایی میکنی یا به سوی دنیا وسوسه مینمایی؟ و درسته که هنگامی که در صحرای محشر تنها و یگانه قرار میگیری، پریشان حال و بسیار اندوهگین، و الله سبحانه و تعالی از تو خواهد پرسید به امانتی که بر تو دادم چی کار کردی؟ چی آموزانیدی؟ آیا راه درست راهنمایی کردی؟ راه قرآن و سنت، راه سلف صالح اصحاب و بزرگان دین، یا راه طالحان، راه گمراهان و فاسقان و فاجران؟ به درستی که روزی میرسد که نه مال و اموال انسان بر انسان فایده میدهد، نه مادر بر کودکش، نه پدر بر پسرش، نه خواهر بر برادرش. آن روز تنها اعمال نیکی تو به سراغ تو خواهد آمد. آن تربیت صالحی کرده بودی، آموزش قرآن و راه قرآن و سنت و عمل کردن بر آن، در آن روز به سراغ تو خواهد آمد. این اعمال های نیکو، آن دوستان نیکویی که با تربیت اسلامی روحیه بخشیده بودند، آنها هستند که با تو خواهند بود. اما همه این دنیا با آن زیبا و زینتی هایش، با آن کسانی که دنیا پرست و در دنیا گرفتار شده اند، از تو فرار میکنند، از تو روی میگردانند. پس در انتخاب خطا مکن.